خب سلام بچه، حالتون چطوره؟ من پونیکس وایتی هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا تو این ویدیو اومدیم که بهتون آموزش شلاقی داشته باشیم، پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لیتس گو. خب دوستان، برای اینکه بتونیم این شلاقی بزنیم ما باید، حالا فرق نداره با چه کانی باشم، فقط باید یه جای شیب دار پیدا کنیم. مثلا بعضی از شیبا هستن که نمیگیره، بعد دیگه مهم نیست حالا دست رایفل باشه، شاتگان باشه، اسنایپ باشه، مهم نیست. شما فقط پشت سر هم باید اینا رو تکرار کنید: اسلاید، جامپ، نایف، اسلاید، جامپ، نایف. وقتی یه دیگه میتونید اسلاید، جامپ، نایفتون خوب شده، سویچ بزنید رو گان، دیگه راحت شلاقی رو میگیره. نکنید الان اینجا من دارم فقط اسلاید، جامپ با نایف رو میزنم. یکم که این حرکت بزنید من بهتون تضمین میکنم، قول میدم که بتونید راحت خیلی شلاقی رو آسون و راحت یاد بگیرید. خب اگه الان اینجا دقت کنید، من پایینای شیبم، این شیب باز خوبه ها، ولی نه اونقدر. بعد یه شیبی رو پیدا کنیم که الان اگه برم یکم اونورتر یه شیب هستش. این الان کنار مپ فوتبال هستش، که میتونید بیاید اینجا بزنید. مهم نیست حالا کجا باشه شیبش، نکنید همینجا رو میگفتم، اینجا رو نکنید بچه. یکم میتونید سمت بالاتر برید، یهو به پیدا شلاقی رو بزنید، که اینطوری نه که فقط اسلاید برید و جامپ بزنید بعد نایف و سویچ کنید رو. اونطوری هم ممکنه بزنه، ولی خب شما باید چیز کنید، برید بالا یهو بیاید پایین. همینطور که الان برای تو ویدیو میبینید من دارم راحت شلاقی رو میزنم. حالا ببخشید جای دیگه دستم نمیرفت رو گان که سویچ بشه رو گان. نکن شما فقط بعد اسلاید جامپ بزنید سریع، اسلاید جامپ سریع با یه دونه بزنید رو نایف، سویچ رو گان، تمام. راحت شلاقی رو میزنه براتون. اسلاید جامپ نایف، تمام دیگه هیچی نمیخواد. این آموزش شلاقی هم برای کسایی که شاتای نمایشی بخواد بزنن، خیلی روونن با سنسشون، برای اینا بهتره. مثلا سیکاری شیپ در فایت، مثلا شاتگان راحت میتونن مثلا شات نمایشی بزنن، مثلا ویدیو حالا در بیارن یا هر کاری دیگه که میخوام بکنن. Airdrop incoming. خب آقا، این همون جا بود که گفتم میتونید به سمت بالایی دو یه بزنید، که گفتم نباید مستقیم باید اسلاید جامپ بزنید که شلاقی بگیره. بعد همینطوری که میرید بالا نکنید، خیلی روان داره شلاقی الان برای من اجرا میشه. اگه این کار بکنید مطمئن باشید که شلاقی براتون 100% اجرا میشه. بعد مهم هم نیست که آقا با چه نایفی باشه، بچه با چه کنید. آقا خیلی عشقید، تک تک تک. اگه خوشتون اومد یه لایک و فالو مرا بزنید. فعلا خداحافظ.